سلام علیکم وندنا باشیم. خوب این خیریت جان شما جوره. پیش عید شریف برای شما تبریک میگیم. خدا کنه که عید خوب و خوشی داشته باشیم. بینندای عزیز بیشتر وقت شما نمیگیریم. خوشحالیم که باز هفته خوبی فرا رسید که در خدمت شما باشیم از برنامه زنگ تفریح. بینندای عزیزم تا چوب بی صدا بریم بخش اول برنامه رو ببینیم. ان شاء الله زودی برمیگردیم. سلام دوستان عزیز، شب شما بخیر. امیدوار هستم که صحتمند باشین. باز منم و مشکلات مردم. سوژه هفته ما ارتباط به زوج هست. سلام بر شما. سلام الله، خوبیم، بسیار خوشحالیم. قربان شما. یک زوج در افغانستان باید چند تا اولاد داشته باشه؟ زوج چه برو؟ زوج یعنی زن و شوهر. خب بله. یعنی منظور شما یعنی چی؟ زن و شوهر یعنی چی؟ یک زن و شو به اصطلاح ما هیرتی ها، یک زن و شو باید چند تا اولاد بچه داشته باشه؟ خب یعنی یک زن و شو چند تا بچه مایم؟ بله. چند تا باید اولاد داشته باشه؟ خب راسته که من مجردم برو. ولی من خود شما 44 نکردم که شما مجردین یا متعیل. به نظر شما آدم کلونین دیگه. شما چه تال مجرد باشین اولا. دوم نزدیک منظور من اینه که یک زن و شو باید چند تا اولاد داشته باشه؟ ایتن لالا من خوب مجردم. به نانه خوب گفتم که من زن بدم. خب دیگه اگه به خیر خوبی ان شاء الله من زن دادم. من به خیر 6 تا اگه اولاد خدا مایم. خب 6 تا. 4 تا دختر. ها؟ 2 تا بسه. 4 اف 28. که ان شاء الله به خیر کلون شما عروس کنم 4 اف 28 لک روپیه قرار پول پیشکش دادم میشه. دیگه دنیا هم گل گلزار میشه. 4 لک ور مصرف کنم 24 لک دیگه به خود میونم میتونم قرار زندگی خوب بچرخونم. به این وقت بی پولی. به این وقت بی پولی بیکاری. بعد کاری به نظر شما؟ نه بهترین کاری، بهترین فکری کردی. دیگه ما خواهیم تصمیم دار شما دعا کنید که به خیر ننه عمر زن بده. امیدوارم به خیر 4 روز که از قیامت تیر شد به خیر با روز خوب برسه. تشکر از شما برو. خوش بید. قربان شما، خیر بینید. سلام، به نظر شما یک زن و شو باید به افغانستان چند تا اولاد داشته باشن؟ برارم باید یک زن شو به مقدار ضرورت باید داشته باشن. البته ببخشید معذرت برای شما گپ میگم. البته مثلا دیک شوروایه که مثلا به مقدار ضرورت روب یا نمک بندازی. من نفهمیدم. نه برارم این اصلا به دیک شوروا ربطی نداره. خب باید به مقدار ضرورت، چون ما شما با افغانستانه. خب یعنی باید چند تا اولاد داشته باشه؟ خب مثلا اگر برارم ما اولادم یک زن شو داشته باشه به جنجاله، اگر نداشته باشه هم به جنجاله. خب اشته مثلا صبح که اولادای از خونه بیرون میشه تا به شوم اوش یک اوش میزنه شو به فکر اولادای که اینا بدم توپ و تیاره و بالاخره بدم انفجار و اینطوری چیزی برابر راشه. خب بعد اگر نداشته باشم مردم افغانستان اکثر گپ میزنه ایر تو سگو بچه نداره مرتکی بالاخره رخشن میکنه. خب توصیه شما برای از کسایی که بچه دارن یا ندارن چیه؟ توصیه برای از اینا این رقمه که توصیه از نظر شخصی خود ما باید انسان بچه داشته باشه. برارم باید حداقل باید 16 تا داشته باشه. خب چریت زیاد. به خاطر که بچه چهاردیواری بچه باشه باز کمی همون موخی و بالاخره خوشحال هر کدوم یک شوخی چیز میکنه. خب بچه های نه دیگه آدم از اولاد خود زندگی خوب لذت ببره. خیر بینیم، تشکر. سلامت باشیم برارم. چریت یک رقمی شده میده. هیچ چه میته. خدا کنه که ای لالا او لالا با روز خوب برسن ان شاء الله. شب هم میگه بخیر. خب بخش اول دیدیم. خب همیتونه دیگه. گزارشی که مردم میدم گپ سخن میگم همون دروغ نیه، استیه. خب همین بخش دیوم هم هست. به شما معلومه دیگه بینندای عزیز که نمایشنامه همین نمایش رو ببینیم. ادامه از او هفته که سعی کنیم چه کار میشه. شما هم همیت فکرها بکنیم. گاهی وقتی یک مسلمان در بغل خوب بگیریم در کنار شما باشه. خوبه نمایشنامه رو ببینیم نمایشنامه رو برمیگردیم. بر سر کوی بلند بی وفا دل مبند وفا نتش است بی قرام زد کم اخی خمارم اخی خمارم فرصت خبر سه که در سر کی نمیشه همسایه نمیفهم بس که سندره بچه همسایه
سیکو چی مایه؟ او بچه یاری تستو دلگیر و داری تستو وقتی که چای میخوری پیاله و داری تستو اخی خمارو اخی خمارو اخی خمارو برسالی کوی بلند و بی مفادی المغان بی مفادتی شست بی غلامی بعد کردیم بیام اینجا بشیشتیم. گرد چی حالا لامیه؟ گپ چی در هم بدونیم انداختیم برار ما اینجا بشیشتیم آخه ما این چی حالا جمع کلا اینا ما مریض داریم اینجا پیار ما کرونا گرفته یک عالم درد سری ما با مریض شما چی کار داریم؟ ما دیگه ساعت خورتیر میکنیم. ساعت خورتیر میکنیم لالا آخه ما مریض داریم این نمیشه لالا یا شما جمع کنیم یا ما جمع میکنیم. خب بریم شما لالا من کار میکنم. مقصد دیگه خود شما بفهمید. این چی گپ لالا اینجا ما نمایم اینجا لالا یک ساعت میکن مراره مثل که سر شما ما نمیشه برای ساعت تیری. لالا جو سر ما میشه آخه اینجا ما مریض داریم برو برار کنم تا صدا کنم خودی گپ زنم به رقم نمیشه لالا. این جگہ بیام اومدیم درام بدرو من انداخته تو سکو چی گپ این جگہ فقط میگیم ما بعد کردیم بیام این جگہ همسایه شدیم. با ازی واسه کوئی بیا لالا بیا یالا یالا هوا وردو مودان خیمه زدو به میدان سیری خیمه کی باشه چه کار لالا چی گپه خیریت لالا خیریت لالا مار دیوانه کردیم خود از درام بدرون بخو چرا دیوانه کرده باشه لالا جو پیار و مریض کرونا داره و پی پرته و شما اینجا درام بدرون ما بیزار شدیم بیام اینجا کرای نشین شدیم. خب پیار تو چکار شده پیار لالا مریض کرونا داره آخه اینجا پی پرته و این جگہ ایت شما درام بدرون من انداختیم نمیشه لالا از ما شما همسایه داری همین تنیه دیگه به جا شروع نمیرفتن کرونا نمیگرفت اینا من که کرونا نیم که به جون نبرم والا ما اشتباه نکردیم بیانیم به اینجا بشیشتیم همین ما به زیر پاشمونیم به این پی شما تا ساعت 1 بجه 2 بجه درام بدونم داریم لالا این چی گپه اینجا تالاریه این چی ما بخیر نمیگذاریم شما تا ساعت 2 بجه درام بدونم بعد خب لالا دیگه میگم برای ما به تو خط رای کردیم تلفن کردم که بیای وقت ساختمون رو بگیری خوش باش نی برو یک کار خدای کسبی بشینه کرنشین کمه اگه باز میفهمی لالا که تو نمیصرفه و تو جای آدرس می امور رو به می داشت بیترین به خود خیمه پلاس تیار که همون جگاه مریض هم خوب میشه بفهمیدی؟ راست میگه آب هوا خوبی هم هسته اما طبیعت لذت میبرم مریض تو خوب میشه یاره راست میگفتم چی راست میگفتم؟ به من گفتم شما دست از این دوبرار 1 ماه به می ساختمان تاب نمیاره لالا بابا وقتی برو برات کار خبر به من چت یاد میگی وقتی فرض کلاکوت اینا برات کار خبرم میگم برار نه همین سرور 1 سال من کرایه کردم حالا اشته من 1 ماه وقت سون برو تو اشته جوانی وقتی فرض وقتی زده خیره سر یالا کوره وقتی یالا بریم لالا بریم زحمت کم کنی خیر بینیم که شما گپ خیلی یاد بریم 1 ساله کرایه کردم خوندن ما خراب کرد ستم شتا کشیدم که بهار و خواهی آمد خون به می ذخیره کردم و چه کار و خواهی آمد خون به می ذخیره کردم و چه کارو بزنی هذا مونده شدی ها؟ مونده شدی بزنی نه من نشدم میدونم بده بزنی که بالا تکیه کنی گردن همه بعد باشه همه بفهم که چی میگی خب شیرکی هم کار میکنین دیگه خب بده بزنی که همه مقال دادم تویش کار نکن تولی خب چی قلدم؟ هر بالا نگاه بزن بالا دیدانه خوبه بیله بگذار میگم بچه همه جو اینجا چه کار میکنی؟
هر کاری از خود فرصت داره. تو بیامدی اینجا کار میکنی. خب گناه داره اگه بیام اینجا کار 220 روپیه میدم 2 عدد خرج من هم میدم گناه داره. خب هر کاری از خود فرصت داره. تو بیامدی اینجا کار میکنی. بیا بریم پیش می وکیل که اون موضوع شما فیصله کنه. کدو وکیل؟ وقت از یاد تو برفته موضوع شما موضوع میراث بود. آها اما گفت برو بگو بیا که اون موضوع فیصله کنه. پیش وکیل محل؟ آه خب جگه صبح تاله هنه ساعت حال توسعه کنین اون چشت میشه. خیر مشکل نداره. خیر نونم به تو میدم. بریم اونجا که اون موضوع مگرم فیصله کنیم. نه سکو تو یک کار کو که داری پی بیارزه. خب تو برو به پیش وکیل کی همه داده گفتم؟ گفتم برو گله که بگو بیایه. خب تو یک کار کو تو برو ها اینا اجازه نمیدم ولی هم نون چاش میشه من نونم میفتم. خیره به تو نون میدم. این قصه نون نباش به خونه به تو نون میدم. تو ببریم که اون موضوع فیصله کنیم. تو برو ما برو با دادیم بگو که چیزه بگو گله گفته که من نمیتونم بخاطر که همسایه ما گفت امروز هم بیا خودمون کار دیوالا خلاص میشه. یک امروزی که دیوالا خلاص میشه حقوق مرم میدم 3 روز میشه 600 چند میشه 600 چند میشه. خب قصه 600 و چندی و نشو. بیا بریم به خونه که موضوع یک ماه که تو امروز کند و کشال میکنی. امروز بریم موضوع فیصله کنیم. باز دیگر وقت کار چیزی میکردی بیا کار کنه. حالا وقت کار نیه. تو می تلفن خور بده. تلفن چه کار میکنی تو؟ بده یک زنگ به داده بزن. بده. خب خاطر چی بزو زنگ میزنی؟ بله تو بی عقلی نکو دیگه. خب همه گفتم بگو بیا پیش وکیل گذر بریم که موضوع فیصله کنم. بیا شماره دادر بگی. شماره عمه خور بگی. تو خاطر چی به همه بابا تو بچه میفهمی بچه نداری ما اگه نمیفهمم تو هم میفهمی. ما اگه عقل کمال دارم تو هم زنگ میزن و مقدار به سر مداد میکشی. خب زنگه من مزدور مردم و حال پولام میسوزه. نه بگیر شماره همه داده؟ مقصد من خب تو گفتم بیا پیش وکیل گذر برو. بیلا بگه لنبله یبدم دوباره بگی شماره اینا فکر کنم رخ نمیشه. میشه تو بگیرم هوا چیزی کش میشه. نه بگی آره بله دادا منو گیلا کنشتن خیریت جانجل شکر فضل خدا سلامت باشیم. های با ما با کدو غربستان رفتم. با غربستان هم یه همسایه را چه بیامدم به سر ببخشیم شما نگفتم به همی همسایه ما گفت که بیام مولادین اومد گفت بیام این دیوال باخچه ما رو بچینی من به تو 200 داری میدم روزه. اون روز هم بیامدم سر روز هم اینجا به پیش وکیل مال به چی کار؟ آخه تا سعی کنی مال همین روز چاش میشه با نونخ ما هرچی برات کارا شما میرم پادروا گوشنگی میمونم. برم چی بگم؟ آنمه به می آدم یاد میدم برم. های حالا با من دیونی نیم این دیونی شد. شما که تا دیرو با من میگه تو دیونی بی عقل کمالی. بابا نمیگذاره درد جمر نمیگذاره. ماما من میگذارم برم گوش کن میشنم من به زیاد بیدو و کیف کالار یاد بیدو خودی برای پیش وکیل صاحب مال همین رو خلاص شده که اصلا لینگه ولی میه به سر از این ساختمان از اینا باخچه اینا. خدا حافظ. ما بلا گوشی منم خلاص کردی. تو سیکو تو برو به پیش وکیل مال همینطور که به تو گفتم بیا این کمی معامله ماما چون چه کاره نمی ماما پیار زن خوشی خالمه انا این میراثو مار نمیده. انا برو بگو چیز کنم وکیل مال شکایت کو بده. ما برم پیش وکیل مال نه مادرمه. خب برو به تو داده گفتم برو تو زیاد دی برو بده. من نمیتونم پیش وکیل مال برم. تو مگرم بریم موضوع از خودتونه. تو مگرم فیصله کنی. من چی میفهمم من چی فیصله کنم؟ فیصله نکو وکیل صاحب بگو وکیل صاحب
عمه ما گفتم تا بدم سرمو بیا اصلا برو تو چلچلرم خودی خوارده بده برو برو چلچلرم آردم باز مگرم تام بیایی برو بابا میام بریسلی با به شکایت میام برو خدا حافظ تو مرا برو یه عقلیه و گپ نمیفهمه بله کیم کار داشتی؟ وکیل صاحب به خونه ام نه نیم کجایم کجای دفتر اینا همین دفتر نم که خب خیر بینیم ما میریم دیگه جنگا کنده شد نوی البس که به او سرا برو به او سرا برو به او سرا برو تو چی میگی بچه همه موتور برات نخود سیاره میکنه خیریت بود هیچی مر وکیل صاحب برات شما برار رای کرد گفت اگه بیایم به سر همه من چه کار هسته؟ موضوع فیصله کنید یعنی ایت روز خوش شد شما از شهر شما نجات پیدا کنی بله زمانی که میرسم آزادی خیلی به گپ مجراری باشه برا بعد برام هم صدا نسل کن کنم. بگو بیای اینو موف خوردم نگو وعلیکم خوبی خان دیر خوشحالی زنده باشی بگو امر کو وکیل صاحب گفتم بیاین به سر مردو برو کدو وکی وکیل مال خب بعد پلیس ولی کار شما چی نشه که بازار باز رد وکیل صاحب مخکم کرده نه کارمون میچلون متا گفتیم وکیل صاحب من خبر باشن بیتاره برو کوکو برات کار خوب برو ما به جنجال نندازن اگرات مورل کنن برو ما خود ما صد رقم بخی و مشکلات داریم تو جواب ما یک دم وکیل صدا میکنی یک دم پلیس ولی صدا میکنی یک دم برو کوکو رات مورل کن اگه سلام میگه پار ندارم که بیام خودت رسوا باشم میام جنجال شما صاف کنم کجا نام دست خود شمونه اگه او میراث بر بدیم هر دم نمیایم به درس را شما میراث چی بوده میراث ها پیرمه برو کوکو میراث پیرمه چی شش مار کی ما یک بده بس کو داره کوسرانی حالا کمر باب صاحب گفتم بیایم وکیل برو را در باب سبیل کن اگه ما خود در باب جنجال ننداز بریم دیگه لالا اینجا نه خیر بینیم برو دیگه جنجال نکنی کار میکنی هیچ دیگه بریم به خونه دیگه که نمودم بریم
زنده باشیم، جور باشیم، سلامت باشیم. حالا من خودی کاکا شما رخ میکنم. آخه کاکا اینه چی گفت؟ چه کاره به این تموسی کمپل سایکو تو؟ این عراقا تو سایکو تو چرا به زیر کمپل خوشیدی به این گرمی؟ بگیر اگانه خودی چی گفته؟ خودی کاکا گیپا ما بعد نمیایه. اونی که به این جایی نه امو کاکایی که سلام علیکم مونده نباشیم. آره بگی به گوش بکن صدایت نمیایه. بابا تو امیر یاد نداری؟ یک دقیقه ببخشید نگه ایران به گوش بکن تو یکی میشنم چی گپایه؟ نمیشنمیته خود تو حال به گوش خونه کردی باشم دل میگیرم خاطر اینو نشیده میشم مونده نباشین خوب این خیریت جانجوره دم غنیبت زنده باشین شکر فضل خدا سلامت باشین نام خدایش تا لاغر شدی های؟ نه بابا من دل فرمای مر بگیرم من کجا رژیم بگیرم ها زنده باشین دم غنیبت امی تو کجا رفتم؟ امی بگم نبرفتم بکدی بر یه بگی به گوش بکن امی از این برفتم بزو سلام مادر چیز گل افروز بابا ما تا درموندی اعمال شما نمتاشون زنده باشین چه کار کنی دیگه گرفتی یا؟ بگی به گوش بکن خوبه با اونجا اشتنه اونجا ما بیت خرم بارکه این خیلی تکوش خوب کنم نمیفهم چی میگه قول میشه همون رقمی که میفهمی همون تو خود خوصیه با این ساختمان شما نرگه پچر اینجا گاری تلشون نمیده چلچل سرکو کجایه؟ صدا کنم چلچل بخی صدا کن کار دارم بزو خونه خیوه ها شکر خوبم متامی رضا تلفق همه رضا تفلق گریه فرشونه میکنم برا شما خدای بخیر خوشی نخون نده که خور بخارونانه حق و حقوقی نمیده آنه بیا ما چه کار گیبلا؟ بیا کوکاتو باید کوکو چی مایه آنه سلام علیکم ما چه کار کنی؟ قبضه خودینا اصلا خودم نکن حتما اون خبری چیزی گرفته توریش نکن نخور توریش نکن تو هم که نخور توریش نکن بله قبضه خوبه بخیری شکر ها شکر همون خوبه بگو نه مرگ همون ما خوبه خدا تو بخیر خودی بلگی بگیره من جور باش اشاره نکن فلا شما کاجی سعی کنی که خاطر سعی کنی رنگ و رنگه خیر بزی ابو جل تو این گپا نزد زیاده بگو تو تا تلفن اشاره میکنی و میبینی تو گپا نزد هر لگمز خود چی بگو؟ بگو چی بگو ما که خوب نیم بگو اصلا تیار نیم بفهمید کاجی سعی کردی آلی لگی هم گیپک نیکو که چی خوبیت داری؟ داره به داری این چمی کوکو همون به من یه تیپ تایی نمی کنه اشته گیره نکنو کوکو شما گفتم یک چیزی و برا خوب بگیم که بگیم اینا هم بلوک بیوزنی بیخن از اینا گناه داره قرار خدا میشه شما حق و حقوقی داری پلکار میستونی میخوریم به دو دنیا مگر مثل گوری قی کنیم ها کوکو برفتیم به پیش همینو خودی مدر خوب بری نمیگم حق بهم بدین
اگه ما کاکا میبینی ها اون دختر خوردینا سلام چی کنم. بله. دوست نکنم آرام. ای چه کار دختر شمانه ماشاءالله تیرنی های چوب باش که مگه ابزن معامله صاف کنو. چوب باش تو. تو نمیفهمی بگه با خود تو ناقص قد میزنی ما امرو برفتیم بابا اون روز برفتیم یا رفتیم پیشتر و پیشمون مرتکاتی که به چیز به داخل رسولی هم با ما گفتن برای معرضی شما پیگیری میکنیم ما پیگیری میکنیم بالاخره پیگیری کردم و امرو که ما برفتیم همون قماندان گفتن که ما تبدیل شدم همون مرتکاتی که قماندان بودیم اینجا او تبدیل شده هیچی به هیچی گردن و من شکم گوشنه بیا آمدم اینجا تا کلای خورده داشتیم تو مگب میزنم تو سیکو تصویری ببخشید خودی از اینو چی گپ پوفیدن مدار که من کپ زنو. ما هم امرو بیا آمدیم جا شما خیلی پیاز خوردیم به 4 نفر آدم یک دونه پیاز مدار که من موضوع معلوم کنو. آره خودی گیل چلچله گپ زنیم ریس میدینه فنگ گپ زنن خورم. ها کاکا او روز برفتیم به پیش همی دو تا کاکا دگمه برای نا گفت تو میراث ها مر بدیم دو تایی بپردم و سر کلمه که تو میراث چی داری با مدرم هم توهین میکنم میگم میراث ها ده بده که تو بده شو کنی خیلی بینی بگو همیتا بگو بس اینا تو چوب باش میگم عقل یاد ندید ها کاکا خود مال یک بیجی عقل داره چوب باش کمی بشنو بابا اوش ما شما خواهشمندیم به حضور مردم تو چوب باش که من گپ ننو گبزه بگی تو گپ زی بگی گپ زی خونه مقداری که من گپ زنم نو خود تو گپ زی دیگه وردو من از اول خود بکنم آخیره برو نمیگی تو گپ زی دیگه این خودش یه با گپ میزنه خیره که پا گبز دیگه نشو خیرش کاکا ولی کلونتر است ها کاکا گفتم شما یک زنگ بزنید برای از اینا بکین نداری چند سعی کنی ولی تو فرشارم برن شیشته ای خلاص شد ها تو پاشنه خلاص نشده زنگ بزنیم شما خوبه شما گپ داری من خودی گلدک گپ داری سعی کنی گلدک چی میشه شما خودی از اون دوباره مشوره کنی بابا ما خبر بدی خوبه انا خودی گلدک گپ داری خدا حافظ حال ما بریم چی بگیم ایتا میکنم میگه تا گوشا خوب خب بلیا خب همین تا بگم کی گپ زدیم خودی و شما آرستکی خوبه میگم برو ما خودی گپ زدم که دوشی رو میزه منان میدم برای تو یعنی میدم ها رستی یعنی میده ها خب کاکا خورزاده ما برفتیم به پیش رسولی که عرض کردیم و عرض ما هر تیر شد با فهمیدیم نچلید تو اونو چی که داری چوب پاشته گونه نگو دیگه خلاص شد ده دقیقه بین کنه همه شما یک گپ بگم امیر زودتر خلاصه کنیم شما هرچی خود از گپ زنیم و گپا خود میگه امیر بگیم خلاصه کنیم حال ما بریم به چی بگیم خوب حالی میدیم مدر از این هم ببوریم صحیحه مدر صحیحه خداحافظ سلام زن کاکا اشتنه خیرات زن کاکا دوماد خورزاده مه سلامت باشین زنده باشین تو محرم نی بری از اونو کی محرم نیو؟ بری از اونو آقا بس من محرم نیو به شما خداحافظ بره بگی دوش باشه دیگه بخیر میگه برو که من خود برار خود گپ زدم 2 جریب زمین برای شما میده بله بس مانه 2 جریب کم نیه بس دیو نزدیک به روسیالی میگم مال 1 لک روپیه به روسوال از اینکه هیچی نده همون 2 جریب هم خوبه بابا حال 1 لک روپیه میگن به روسیالی مصرف کنی بس کرا کا بدی پول چی ای
بله. مهرت بیرون نمی رود از سینه هم که هست، این سینه خانه تو این دل سرای تو، این سینه خانه تو این دل سرای تو. بله بفرمایید، میشنوم. شکر. بله ها، زنگ زدم بله ها، تشریف بیاریم به خونه و به خدمت شما. بفرمایید بیایید. بله ها، زنگ زدم به شما کوکو میانی. یا الله بفرمایید. یا الله. السلام علیکم. و علیکم. خوبی کوکو جان؟ سلامتی بخیر جان؟ تجور بخیر جان؟ بخیر. خوبی کوکو؟ سلامتی. قربان سلامت باشی. بشینه کوکو. شکر. تو خوبی کوکو؟ سلامتی. قربانت. خب به شما که زنگ زدم دیگه. زنگ زدم و چه کار میکنی؟ هیچی مشکلی نه دیگه. من یکی دیشب پیاتورم خود دیدم دیگه. برار من از اینجا زنگ زد، مشکل نداره. من صبح بیا که برین خودت یک دوجری از اون زمینه و تو خط کنم. هنه برو گذر کار میکردی، میفروختی دل تو، نگاه میداشتی و خود کشت کار میکردی دیگه. اختیار به خود تو دیگه، من کارم دارم. ولی همون ضرب تو میگم اشتباه میکنی دیگه. باز اختیار تو دیگه، مشکلی به من نداره. دیگه برای خدا باید که اشتباه نکنم کوکو جان. درسته؟ اگه اشتباه که نکنی خب حال فایده نداره. وقت اشتباه خور بکنی دیگه. حالا باز ما هم خب بالاخره مجبوریم دیگه که خود شما بسازین دیگه. شما که نساختین، خودی ما هم گپ هم نفهمیدیم. بالاخره همیت پا خوبم یک پاچه کردیم، همیت بند کردیم که مگر همیت فوراً ما بیچاره حقی نه دیگه چه کار کنه؟ نه خانه داره، از خانه روزگار داره. شما باید خود از این دست خب خیره باشه. حالا که ما برار من یک چند جریب زمین خط میکنیم برای مونتا، باز میفهمین که سعی کنیم عاقبت از این زمینه شما به کجا میرسونه. بنا با خدا باید که عاقبت خوبی داشته باشه. صحیحه. خیلی نه کوکو جان. قربانت. اگه پا گفتی از ما شنیدیم ما رو ببخشین. برو شما هنوز هرچی نکنیم بازم شما هر قدر اگه شما کلون باشیم پیش ما بچه. ساعت پیش درست. فهمیدی؟ برو کوکو برو صبح به ما ساعت 8 بجه زنگ بزن که خودتو بیام بریم بده بریم دو جری از اون زمینه با تو خط کنم بدم برو. خیلی نه کوکو جان. برو خیر. سلامت. برو خدا نگهدار باش. بخیر بریم. برو درس رو برو به ما کار نداریم. من شهر بریم. خدا بشم. تمام شهر میرم. گفتم شما به جریان باشید. برو من همینجا هستم. برو. ما نمازدگرم تو جلو رو کمک سر سودا هم بستنی بیاریم. خوبه. برو بخیر بریم. خب نمایشنامه رو دیدیم. خوب، بسیار خوب. میشه دیگه همین پایان شد. خوب شد. برای قصه زیادی دیگه نگردیم. حق مسکینه با دادن گناه داره. تلفک انا پادر هوا بمونه. پیرک از چند سال پیش فوت کرده بوده. خب نمایشنامه را که دیدیم، از شما خواهشمندیم که زیرنویس تلویزیون ها شما هست، شماره پیامگیر پیام بدیم، سوژه بفرستیم. بالاخره نظریات پیشنهادات شما ان شاء الله قبول میکنیم. ما بنیدای از این وقت شما نمیگیریم بریم هم یک آهنگ هم گوش کشیم. آهنگ محلی خدمت شما تقدیم میکنیم ان شاء الله. باز با پایانی از این آهنگ تا به هفته بعد دیگه به خیر خوشی شما هم تا کلان به خدای پاک میسپاریم. گویای مردمان غمی دیوانه میخورم، دیوانم
شدم غم مار کس نخور خواسی که کای لبی جوی تازه باشه همو یاری که دارم زنده باشه همو یاری که دارم جان برابر بار همو یاری که دارم جان برابر بار سر جان کندنم داده باشه نامیم بنامه شبم کفتر بشین و نوکی بامه توی سیار منم آوی دامه آلمان دوره رفیقا وای آلمان تا کی انگوره رفیقا وای آلمان تا کی انگوری و سهی وای جدایی زخم ناسوره رفیقا وای آی برگ لاله آدم از دست کی باید بناله وای آدم از دست کی باید بناله وای بده دستمال دست خود نشانی